با ҳамату салом дӯстони азиз, умедворам ҳамату сеҳат саломату сарбаланд ҳастед. ҳама каса хуш омадед ба эфири мо. вале бародари азиз, агар ки подписатсия набошӣ, ҳатман дар канал подписатсия шав ва гузоштани лайкро инчунин фаромӯш насозед. вале дӯстони азиз, барои касоне ки мехоҳанд бо мо дар тамос шаванд, дар ин ҷо ватсап ва телеграми худро мегузорем. ватсап, телеграм. хоб плюс 992 908 101. خب یک دقیقه بله دوستان عزیز، امروز یکی از سهرابی سفرزاد الله مهربان رحمت مغفرتش کنه. سهرابی سفرزاد یعنی که شادرمان سهرابی سفرزاد رو در شکل کراوکه می سوزیم. سرودی که بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین. بله دوستی عزیز، خوش آمدی برادر عزیز جان، خوش آمدی با اپیری موزه ما. سلام علیکم و علیکم سلام برادر عزیز، سلامت باشی. بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم ببین نبوده این چنین. خب برادران عزیز، همه کس خوش آمدید. بعدا نگفتن امونت برادران عزیز، برنامه آداب اودیوشن یعنی که آموزش کورس کوتاه مدتی برنامه اودیوشن را برای گذاشتگی هستیم و کسانی که خواهشمند هستند میخواهند که برنامه را از خود کنند، طرز کار کردنش را، یعنی که برنامه آداب اودیوشن یکی از برنامه های می باشد که برای ثبت کردن صدا، یعنی که ثبت کردن سرودها، ضبط کردن سرودها خدمت میرساند و کسانی که خواهشمند باشند میتوانند طریق نامه‌ای که شما عین حال میبینید در فیلم نوشتگی است، میتونید در واتساپ این که تلگرامی ما بنویسید. شما رو در ویب کانال تلگرام، یعنی که کانال ذکریتی است که در آنجا شما رو ما همراه میسازیم و شما آموزش برنامه آداب اودیوشن رو بگیم که طریق پروفسیونالیش شما از خود کرده میتوانید. یعنی که این یک امکانیت خوبی هست برای کسانی که میخواهند در اونجا ثبت سرود کنند، یعنی که سرودهای خود را ضبط کنند و یا این چنین آنها را با تب و ضبط دل خودشون تیار کنند و اینچنین در اونجا افکت گذاری کنند، یا اینکه میخواهید سرودها را شما خودتان به شکل مینو سازید. در اونجا هم گفته می شود چگونه مینو ساخته می شود و اینچنین کار کرده این برنامه را، یعنی که برنامه آداب اودیوشن را شما میتوانید در ویب کانال ما همراه شوید و این برنامه را طریق ساده، یعنی که طریق آسان، یعنی که خواننده صنفی 5 باشد گفته های ما را در اونجا اجرا کرده میتواند و این برنامه را آموخته میتواند، یعنی که برنامه آداب اودیوشن. باز خاطرتون میکنم اگر تکرار آن شود برادران عزیز، در اینجا یعنی که ما کورس کوتاه مدتی آموزشی برنامه آداب اودیوشن را برای گذاشتگی هستیم و کسانی که میخواهند این برنامه را از خود کنند، یعنی که طریق ویب کانال ما، یعنی که طریق تلگرام ذکریتی ما، یعنی که ما در آنجا آنها را همراه میکنیم و میتوانند برنامه را از خود کنند با یک شکل کوتاه، یک شکل فهم و یک شکل آسان برای خوندگی هستیم و شما میتوانید تنها با ما در تماس شوید و برای شما
کورس کوتاه‌مدتی آموزش برنامه ادوبی اودیشن رو پیشنهاد میکنیم و تمامی سیر اسرار این برنامه رو من کوشش میکنم با شما بفهمانم و تنها برای ما اشتراکچیان لازم هستند که در آنجا اشتراک کنند و ما با یک شوق یعنی که با یک شوق به شما درس رو یعنی که شکل آنلاینی پیشنهاد میکنیم، یعنی که شکل گویم که ویدیو زاپیس و شما اونها رو مثلا تماشا میکنید و از خود میکنید. خوش آمدی برادر عزیز کاتب راوپوف. خیلی کاتب راوپوف. بله دوستی عزیز خوش آمدی با افیری ما. سلام کوبایسا یاد نمید یکا کوبیس ردنوی. ما در باره برنامه کوبیس میدونید چی میگم؟ کسانی که میخواهند آموزن برنامه زاپیس کردن مثلا کوبیس و ادوبی اودیشن، اینها هر دیشون اینش چی عملی را اجرا کند و هم عمل اجرا کرده میتوند و هم چی عملی را اجرا کرده بتوند، اینم کوبیس هم اون عمل را اجرا کرده میتواند. به یگون مشکلی است وقتی که ادوبی اودیشن را یاد بگیری برای تو کوبیس لازم نیست. وقتی که کوبیس را یاد بگیری یا که میتونی برای تو ادوبی اودیشن در کار نیست. اگر کسانی که بخواهی که ما در مثلا کتاب برنامه کوبیس پیشنهادش میکنم آموزشش رو، اینم یگون مشکلی نیست برادر عزیز، میتونید پیوستید برنامه کوبیس هم با شما به مشکلی یادتون میتین. یعنی که رو من از روی فهمیش خودم میگم که مثلا در هر دو برنامه ما کار کردم و اینش هم چی دستاوردهای دارد، مثلا چی افکت های دارد و چی قابلیتی که دارد دیگریش هم دارد. وقت اومدی برادر عزیز ما فدیا تیوی. برادر عزیز کسازی تنجی میشه رحمت خدت خوبی سلامتی زورای خوب کسی دا مینوز در کره کانال ما درویا. بله دوستانی عزیز، فدیا تیوی یکی از دوستانی ما است که خیلی باز در کانال ما است و گویم که با ما هست و دوستانی عزیز برای کدومید که اگر مینوس در کار باشد چخیلی که خداش میگوید لوبوی مینوس در کار باشد میتونید در کانال فدیا تیوی دروید و در اونجا مینوس های خود رو دسترس کنید. خب گب نیست اکر احمد. سلامت باشی برادر عزیز راوپوف کروچی. اگر خوشمند باشید برای آموزش برنامه ادوبی اودیشن میتوانید شما طریق نمرهای واتساپ یا اینکه تلگرام من در تماس شوید و شما رو مثلا در تلگرام کانال میتونیم پیوست کنیم. در اونجا برنامه ادوبی اودیشن یعنی که به نهایت برنامه کلانی است که مثلا اول دارد و آخر ندارد، یعنی که سکرتی های بسیاری دارد که ما در اونجا با سهم شما رسانیده میتوانیم. بله دوستی عزیز فدیا تیوی یکون مشکلی ندارد. رحمت اکا برای سخن ها. سلامت باشه ردنوی. و فدیا تیوی با ختم مثلا پیشنهاد میکنیم که در باره ادوبی اودیشن به نهایت بگیم که برنامه کلانی هست. ختم توصیه میتونیم که در این برنامه ما اشتراک کن و خیلی چیزا رو باز از خود کرده میتونی. این کانال فدیا تیوی در تلگرام کانال دارد. خب با فدیا تیوی تلگرام کانال در کانال داری برادر عزیزمون عزیز جان میپرسد. اگر داشته باشی در اینجا میتونی بنویسیشون. نه یوتیوب داشته است عزیز جان، تنها یوتیوب دارد فدیا تیوی. میتونید سرکی پرید در کانالی در کانالی فدیا تیوی. لیکن راستی گپ فدیا تیوی ما هم قضا دادم گفتم کانال تا یک بار نگاه کنم نبر اومد. میتونی یک سیل کشد در واتساپ ما پرتو.
тамом ака медроем телеграм каналатон зинда бошӣ. Саломат бошӣ бародари азиз. Ва дар он ҷо мо бениҳоят мо гуфтем ки агар ки худа дӯстдори савту суруду садо бошӣ, агар мо дар он ҷо суханҳои бениҳоят бисёр дорем ва бениҳоят роҳҳоеша ба шумо нишон медиҳем ки шумо бо худатон хеле раҳа интизорам набудед, ждатам намекардед. бале дӯстони азиз, хеле ки агар эълони видеои моро гӯш карда бошед, ман омӯзгор ҳастам аз фани технологияи иттилоотӣ ва тариқи омӯзишро чӣ гуна ба сами шумо расонидан аз оҳдааш мебароям ва барои шумо бо як итминон гуфта метавонам ки танҳо шумо иштирок кунед ва он тарафаш дигар аз ҷониби мо аст ки чӣ гуна ба шумо мефаҳмонем ва чӣ гуна шумо барномаро аз худ карда метонен. не бародар азиз, Федя ТВ сил карда дар ҷа монда наметонӣ. И правила ютуба мехелай. Сил карда дар WhatsApp арт. Типа реклама ворӣ мешава, ба ҳамон хотир ютуб намегзораш. Чӣ нависондагӣ дар каналат главни? Амин Федя ТВ ма гуфтам ки амин канали хита ёфтанаш каме мушкил аст. Федя ТВ инро метавонисти бо забони тоҷикӣ ё ягон номи созиш мемонди барои ёфтанаш қинай. азизҷон, барномаи Adobe Audition шуморо интизор аст. марҳамат, дар телеграм канали мо дароед, дохил шавед ва дар он ҷо шуморо дар группа пайваст кунем ва бениҳоят навигариҳои хубиро аз худ карда метавонед. бале бародар, 4 нафаре ки айни ҳол дар эфир ҳастед, дӯстони азиз, класса зер кунед то ки ҳам класси мо 4 шава бо як шахсоне ки намедонанд дохил шаванд. ина силкаш радной Федя ТВ ма гуфтам силкара гузошта наметонед дар эфир. Силкара ягон силкара гузошта намешавад дар ягон эфир, на танҳо дар эфири ман, балки дар лубҳои эфир ва фикрӣ намешавад. бародарам хеменависта бедаи азизҷон. Федя ТВ барои ки Федя ТВ бародари азиз дар он ҷо Федя ТВ мезанӣ, рости якчанд Федя ТВ дига мебурояд, чанд намуд мебурояд. ба ҳамин хотир ма гуфтам ки як номи хубеш мемондид ки худат ки агар ки контейнерат яъне ки ютуб каналат ки дар бораи савту наво бошад, ягон номи хубеш мемондид. Федя ТВ телеграм дорӣ? И азизҷон бисёр вақт телеграм истифода мебарад. Федя ТВ телеграм, WhatsApp дорам. خب دوستان عزیز، بارم یک بار دیگر هم اعلان میکنیم خدمت که اگر برنامه Adobe Audition را آموزشش را میخواهی یاد بگیری، در دوامداری 2 ماه میتونی که برنامه را طرز استفاده آوردنش، طرز ثبت کردنش اگر از خود کردن خواهی برادر در تماس شوید در تلگرام یا اینکه واتساپ ما شما را در ذکرت تلگرام پیوست میکنیم و شما میتونید که یعنی که برنامه را با یک سطحی بلند بآموزید. همین نام فامیلیا مورم بزن یوتیوب داکا کم صنعتکاری میخوانیم. همین نام فامیلیا مورم بزن یوتیوب داکا کم صنعتکاری میکنیم. برادر عزیز راوپوف، فامیلیا خودت کاتیب راوپوف است؟ من نمیدونم نامت کاتیب نام داری؟ راستی من چونین نام یا که هم نوشتهش کاتیب راوپوف یا اینکه این خیلی است یک روشن میکردی خوب میشد. قبل ما یک سینخرایزت سیمت کنیم. شما دی برادر عزیز مهران شاه میرشریپوف
سلام علیکم و علیک سلام برادر عزیز. فامیلت کوتی بهترین. بیا نازنین هنوزم عاشقم بودین، عاشقم بودی رفتی بیقرار جلوی نازنین بهار، منتظرتم رو کرده انتظار. یا سنم بیا عاشقت منم، بیا چی میخوای منو بگی کنم. یا سنم بیا عاشقت منم، بیا چی میخوای منو بگی کنم. لا 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 خب نام کتاب های کفم. بله سلامت باشه رادنوی. مهرانشاه میرشریپوف ایجاده برادر عزیز ساختن کاراوکه توجیکی است، یعنی که مینوس های توجیکی کانال ما دسترس کردن کاراوکه توجیکی تیپا مینوس های توجیکی است. دویر با کسانی که دوست می‌دارن خواندن سبتوس، یعنی که خواندن سرود ها را. فکر میکنم جواب گرفتی مهران شاه. فدیا تیوی اکا نومیروی تلگرام نویستم نیست شیدکو. اکا نومیروی تلگرام نویستم نیست شیدکو. در افیرو نومر گذاشتن یا اینکه سیلکا گذاشتن نو نیست میشن. فیدیتی او را من نیست نمیکنم و خیلی که من نیست میکنم و خیلیش اتوماتیک نیست میشه و تیپ رکلام گفتم اونو نیست میکنم. با برادران عزیز، کسی که در افیر 5 نفر یا که 4 نفر همه گذاشتن لایک فراموش نکنه. یه نفر لایک گذاشته است تمام. نه شما در این سوال ما نگذارید در طرف پایین نیست لایک، نه طرف که یک بگیم که استریلکا طرف بالای خی نشون دادگی یک است. نمیدونم از طرف پایینش از شما از طرف پایین است همون را زیر کنید که ببینیم 4 5 ببینیم شب بشوه. خب بعد چه خیلی بنویسم تری توقع شو بنویس برادر عزیز. اینه مثلا یا 2 تا 3 تا شو بنویس میشه با فکر موجه زیر کدگیم. فیدیاتیو سلامت باشه. تو زیر کاگین اونجا یک شدگی دیگر رو زیر کاگین نیستم. پروس ای طرفی پایان در اینجا نمره تلفن مای ممکن داری زیر کردگیان. بله در همین زیر کاگین در اپروس برادرها در اپروس زیر نمی کنیم. در طرفی بالا کاروچی گواریات. یا نازنین هنوزم عاشقم بودی، عاشقم بودی نبودی با من چنین. اینجا سر میشه خط ما سر دادیم. نازنین هنوزم عاشقم بودی، عاشقم بودی بودی با من چنین. رفتی بیقرار بودی نازنین منتظرتم تو مرا
کرده انتظار. یا سنم بیا عاشقت منم، یا هرچی میخوای من رو میکنم. یا سنم بیا عاشقت منم، یا هرچی میخوای برات هدیه میکنم. لا 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 لا. معجزه کردگیم باشی سلامت. نازن بیا بیا نازنین، بیا بیا نازنین، 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 هنوزم عاشقم ببین. بیا نازنین، هنوزم عاشقم ببین. عاشقم بودی نبودی با من اینچنین. نه نمیبروید вот какой. بیا نازنین، بیا نازنین، هنوزم عاشقم ببین. بیا نازنین، هنوزم عاشقم ببین. عاشق. بیا نازنین، هنوزم عاشقم ببین. عاشقم بودی. بیا نازنین، هنوزم عاشقم ببین. عاشقم عاشقم بودی. عاشقم عاشقم بودی نبودی با من. عاشقم بودی نبودی. عاشقم بودی نبودی با من. عاشقم بودی نبودی با من اینچنین. رفتی بی وفا. عاشقم بودی نبودی با من. عاشقم بودی نبودی با من اینچنین. رفتی بی وفا. رفتی بی رفتی اینچنین. رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار. رفتی بیقرار. رفتی بیقرار. رفتی بی رفتی بیقرار. رفتی بیقرار تو بودی. رفتی بیقرار. رفتی بیقرار تو بودی. رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار. رفتی بیقرار تو بودی نازنین. رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار.
منتظرتم تو مرا کرده انتظار منتظرتم تو مرا کرده انتظار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم تلگرام داری فدیا تیوی ها فدیا تیوی نمری رمی تلگرام تا 3 رقم شب بنویس допустим 918 بنویس پارتو نبرآمد عزیز جان ما طرف گفتم 918 بنویس روی که دالش بود تا بنویس روی که دت شب بنویس روی که خچکای خوب منتظرتم تو مرا کرده انتظار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا چی او فیدیتی درسیه یا بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای بیا هرچی میخوای بیا هرچی میخوای من برات بیا هرچی میخوای من برات چی میخوای من برات هرچی میخوای من براتتی هرچی میخوای من براتت میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برات بیا هرچی میخوای من برات بیا هرچی میخوای بیا هرچی میخوای من بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا چی میخوای فیدیتی و اخیرت برآمدگی اونا پلوس 7 951 951 240 55 62 نمره کیان یا از جون خود داگی جوی این نمره تو واسه سارشیدن دا گرمانیا دا پولشا داگی جوی انگلیا داگی جوی دا این نمره تو سیان 347 98 96
یا سنم بیا عاشقت منم یا سنم بیا عاشقت منم یا هرچی میخوای بیا هرچی میخوای بیا هرچی میخوای بیا هرچی میخوای من بیا هرچی میخوای من برام بیا هرچی میخوای من برادر هرچی میخوای من برادر بیا هرچی میخوای من برادر میکنم فدیتوی ما را همون را گفتم هیچ خیلی نمیرای فدیتوی ما ترش دارم بله خب نغز اسامالدین سفر خوش آمده به افیر ما سلام برادر علیک سلام برادر سرودی غمخواری کسی باش که غمخواری تو باشد برادر در واتساپ نویس توریش میکنی اسامالدین سفرов در واتساپ نویس صحبت میکنیم در طرف پایان اپروس نشتگی اگر نمره ما نتوان واتساپ پلوس تلگرام در پایان ما نوشته شده است واتساپ ما دا بنویس صحبت میکنیم بیا تو بی بهانه میخوانیم بیا تو بی بهانه خیلی بد شبازه بیا 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 تو بی بهانه میخوانیم عاشقانه بی بهانه میخونیم عاشقانه نمیخواهم بدانی فیر بی زمانه بیا تو بی بهانه میخونیم عاشقانه نمیخواهم بدانی فیر بی زمانه سنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم بیا بیا تو بیا تو بی بهانه بیا تو بی بهانه بیا تو بی بهانه بیا تو
بیا تو بی بهانه، بیا تو بی بهانه، بیا تو بی، بیا تو بی، بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم، نمیخواهم بدانی فریب این زمانه، فریب این زمانه. بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم بدانی فریب این زمانه. بیا تو بی بهانه، بیا تو بی بهانه، بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم بدانی فریب این زمانه، نمیخواهم بدانی فریب این زمانه. بخوانیم عاشقانه، نمیخواهم بدانی فریب این زمانه، فریب این زمانه. بیا تو بی بهانه، بیا تو، بیا تو بی بهانه، بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم بدانی فریب این زمان. بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه، بخوانیم عاشقانه. بیا تو بی بهانه، بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. 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 نمیخواهم بدانی فریب این زمانه. بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم بدانی، بیا تو بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم بدانی، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم بدانی فریب این زمانه، نمیخواهم بدانی فریب، نمیخواهم بدانی فریب، فریب، نمیخواهم بدانی فریب این زمانه. بیا تو بی بهانه، بخوانیم عاشقانه. نمیخواهم بدانی فریب این زمانه. نمیخواهم بدانی فریب این زمانه. نمیخواهم بدانی فریب این زمانه. کیم سر بعدش گرفتیم. بیا
بیا تو بی بهانه بخوانیم عاشقانه نمیخواهم بدانی فریب زمانه بیا تو بی بهانه بخوانیم عاشقانه نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا تو بی بهانه بخوانیم عاشقانه نمیدانی دل فریب زمانه. دو چهار چهار کنش یک دو سه چهار دو چهار چهار که تپنیت خب یا رئیس میبریم کس دیستن فریب زمانه بایشرده. بیا تو بی بهانه بخوانیم عاشقانه نمیخواهم بدانی فریب زمانه بیا تو بی بهانه بخوانیم عاشقانه نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا سنم بیا تو بی بهانه بخوانیم عاشقانه نمیدانم بدانی فریب زمانه بیا تو بی بهانه بخوانیم عاشقانه نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا سنم بیا عاشق بیا سنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا چی میخوای به هم بگو ردیت میکنم. منداد میشه دپشکم. بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهیم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بله دوستان عزیز بازم یادآور میشویم که کسانی که میخوان آموزش برنامه ادبی اودیوشن یعنی که برنامه ثبت کنی صدا رو یعنی که ضبط کردن صدا ضبط کردن سرودها رو از خود کنند. بله دوستان عزیز این فرصتش است که شما میتونید در واتساپ تلگرام ما نویسید و شما رو در کانال ذکریتمان پیوست میکنیم و شما آموزش برنامه ادبی اودیوشن رو از خود میکنید و خودتون میتونید به یگان مشکل برنامه خود رو ثبت کنید یعنی که سرودی خود رو ثبت کنید و با موافق دلی خودتون کنیدش. ما باشم باز ادامه میدم چین خلیزت سر یگان سخنو باشد میتونید نویسید یگان درخواست باشد و اینچنین ما لوگوی مینوس رو ساخته میتونیم پیشنهادتون کردن میتوانیم. برادران عزیز میتونید شما داخل شوید و دسترس کنید.
کتاب قصه های نگو حرف جدا، کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. سنم بیا، سنم بیا، عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا، عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا، عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. کتاب قصه ها، کتاب قصه، کتاب قصه ها، کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. به سینما کمی خودش کنم تا که شما هم ببینیدش خوب میشدم. 28 خیلی خورد چیدیم، 24 مایده شد، 20 رزمیر 20 خیلی کم از رزمیر ها. کتاب قصه های، کتاب قصه، کتاب قصه های، کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. کتاب قصه های بیا تو بی بهانه بخونیم عاشقان چومک نجوم. کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من. کتاب قصه های نگو حرف جدای، کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. ز دست عاشق من نداره تو رهای. کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. میبینی برگم. کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من. این طرف می بود. ز دست عاشق من نداره تو رهای. انجام میاد دوری بشود یه بار دیگه.
کتاب قصه های نگو حرف جدای ز دست عاشق من نداره تو رهای کتاب قصه های نگو حرف جدای ز دست عاشق من نداره تو رهای بیا بیا سنم بیا عاشقت بیا 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 سنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی بیا هرچی بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم 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 بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی بیا هرچی بیا هرچی بیا هرچی بیا هرچی بیا هرچی میخواهی من بر هرچی میخواهی من بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بله برادرم و کسا خوش اومدید به فیلم روزای ما بیا هرچی میخواهی من برات بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم بله دوستان عزیزم و کسا خوش اومدید با افیری امروزای ما دوستان عزیز همه کسا گذاشتن لگه فراموش نسازید دوباره که از اولش ببینیم خدمت یگون زال حس میکنیم و که را باید بخونیم خوب بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونین
رفتی به قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا تو بی بهانه بخونم عاشقانه، نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا تو بی بهانه بخونم عاشقانه، نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم. کتاب دیخه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. کتاب قصه های نگو حرف جدای، ز دست عاشق من نداره تو رهای. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برات هدیه میکنم. فکر میکنیم که تیور شده گشت. بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم ببین نبودی با من چنین. رفتی به قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشق، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. لا 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 کارچه داشت. بیا تو به بهانه بخونم عاشقانه، نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا تو به بهانه بخونم عاشقانه، نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم.
بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. کتاب قصه های نگو حرف جدایی، ز دست عاشق من نداره تو رهایی. کتاب قصه های نگو حرف جدایی، ز دست عاشق من نداره تو رهایی. بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا صنم بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. مقصد به خاطری که ما این را جدا کردیم که در اینجا حروف ها رو، یعنی که حرف ها رو کلام کرده بتونیم که از اکران شما بیرون نبرویم. واسه دیدم میبرویم زم عاشقم ببین سنچه در اینجا حاضرم کلام بر اومده. پس ما باید که 34 نه 32 گذاریم. اگر 32 گذاریم درسته، اگر که زیادی باز نبراید. بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من این چنین. رفتی به قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. در اینجا باز یک طرفی حرف باز نبود چی رفته رفته باز خوردش میکنیم چی بس همیسی میشود. صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. لای لا لا لای لا لا لای لا لا. بیا تو بی بهانه بخونم عاشقانه، نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا تو بی بهانه بخونم عاشقانه، نمیخواهم بدانی فریب زمانه. بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. کتاب قصه های نگو حرف جدایی، ز دست عاشق من نداره تو رهایی. کتاب قصه های نگو حرف جدایی، ز دست عاشق من نداره تو رهایی. بیا صنم
بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بیا صنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. بله دوستان عزیز، با همین فیلم امروزه رو با انجام رسونیم، چون که یک سرود رو در اینجا ما سینخرونیزه سماعتن کردیم و دوامش رو باز یگانه فیلم دیگر در باز ادامه میدیم. خلاصی گفت خونه آباد و سربلند و موفق باشید، هر کجایی که باشید در پناهی الله باشید دوستان عزیز. و نگفته نماند که کدومی که اگر که خواهشمندی آموزشی برنامه ادابه اودیوشون است برادران عزیز، میتونید در تلگرام و واتساپ ما در تماس شوید و شما رو در وب کانال امانه که کانال ذکریت ما پیوست میکنید و شما میتوانید آموزش برنامه ادابه اودیوشن رو در تلگرام ذکریت ما دسترس کنید و آموزید و سرودهای خود رو خودتون ضبط کنید و موافق طبع و ذوق خودتون کنید. باقی خونه آباد و سربلند باشید، یگان درخواستی نباشد، در امان الله باشید تا افیری آینده باشید سلامت. امروز برای وقتر افیر رو آغاز کردیم چون که وقت به ما دست یار شد و افیر رو ما به این یعنی که طول 1 ساعت دید آمد بودیم. دیگر گپ زیاد کردنی نیستم، در امان الله باشید سلامت باشید دوستان عزیز.